فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولین سوالی که و اسمسی که از بینندگان دریافت کردیم و مونده از اسمس ها این است که بیننده پرسیدن خواهری هستند از تربت جام، با وجود این که همسرم تمام وقت کار میکنه و درآمدش را خرج من و 2 فرزندم میکند، بازم مشکل مالی داریم. آیا میتونم بدون اجازه شوهرم کار بکنم تا من هم درآمدی داشته باشم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم الى يوم الدين و بعد. خواهر گرامی ما راجع به کار بیرون از خانه آنچه که هست مربوط می شود به مشروعیت کار، یک، دوم عدم اختلاط در کار و سوم اجازه شوهر. اما کارهایی که داخل خانه بوده باشد بدون بیرون رفت در ساحه بیرون از محیط خانوادگی و خانه میتواند که چیزهای انجام بدهد تا که باعث افزایش دخل اونها بوده باشد بدون اینکه ضرورت جدی به اجازه گرفتن مستقل داشته باشد. بله، به شرطی که در امور خانوادگی و در همزیستی از اونها و در تربیه اولاد و خانواده تأثیر منفی نداشته باشد. انشاءالله دیگر اشکالی در این نیست. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، حتی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دستان خود آسیا می‌شکیدند و با برای اسب و شتر علی رضی الله تعالی عنه که شتری که داشتن برای از آنها علف می آوردن و آب می دادن. همچنین اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم در مجموعه صحابه کرام و دختران بزرگوار صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین در خانه خدمت‌هایی می‌کردند افزوده بر آنچه که عادی هست، آنچه که روزگار زندگی از آنها را و روزگار خانوادگی از آنها را تحسین ببخشد. در هیچ نوع اشکال وجود ندارد ان شاء الله، به شرطی که یعنی بیرون از محیط خانوادگی نبوده باشد و در جای اختلاط اگر بیرون رفت اجازه شوهر لازم است، اون هم به شرطی که کار ممنوعیت شرعی نداشته باشد در ذات خود و در کار اختلاط و آمیختن با غیر محارم وجود نداشته باشد.